سلام رفقا، من محمد رضا. خوش اومدید به اولین ویدیو چنل من. امروز اومدیم با هم دیگه قفل ترنسفر مارکت FC26 رو باز کنیم که بخش خیلی مهم FC26 هستش. قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم چنل رو ساب کنید و این ویدیو رو لایک کنید تا منم انرژی بدید. بریم واسه ویدیو. خب واسه اینکه ترنسفر مارکتتون باز بشه باید 4 تا آبجکت انجام بدید که الان بهتون توضیح میدم چه آبجکت رو باید انجام بدید تا ترنسفر مارکتتون باز بشه که من از قبل اینا رو انجام دادم دیگه. اولین آبجکت اینه که اینو کامل انجام بدید. این آبجکت تمام میشه و این آبجکت واسه باز میشه و این آبجکت هم کاری نداره. 3 تا راش پلی میدی، یه بازیکن رو تو چالش میذارید داخل ایولویشن و 10 تا گل میزنی و 5 تا پلی میدی تو هر مچی که دوست داری دیگه. و این آبجکت که تمام بشه این آبجکت واسهتون باز میشه که اینم هیچ کاری نداره. 5 تا راش پلی میدید، 5 تا اسکواد بتل، 5 تا ریوالز و این آبجکت هم تمام میشه که در اصل باید این آبجکت رو انجام بدیم که آخرین آبجکت این هستش که واسهتون باز میشه که اینم هیچ کاری واقعا نداره. 25 تا پاس گل میدی، داخل راش بازی میکنی، 10 تا پلی مچ میدی تو هر مودی که دوست داری و 2 تا اسپیسی انجام میدی دیگه. و این آبجکت هم که تموم بشه راحت ترنسفر مارکتتون باز میشه به همین راحتی. مرسی که تا انتهای ویدیو من بودید. اگه این ویدیو براتون مفید بود ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برام بگید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.